بنده چندین بار عرض کردم که هیچ شیعه سنی نخواهد شد و هیچ سنی شیعه نخواهد شد، اما ما نباید مردم رو مجبور بکنیم به تغییر مذهبشون. گرچه این کار حاصل هم ندارد، نتیجه هم نمیدهد. هرچی هم فشار رو بیشتر بکنیم فاصله ها بیشتر میشه، رنجش بیشتر میشه، گلایه بیشتر میشه، اما سود حاصل اصلا ندارد. و تا هنوز هم که فشارها را بیشتر مشاهده میکنیم حاصل هم آید حال امارت اسلامی نشده است. جدا تقاضا میکنم به عنوان یک طلبه، به عنوان یک عالم دین، به عنوان یک پاسدار حریم شریعت و فقه جعفری که فشار مذهبی را نه تنها کاهش که کاملا باید بردارن، به خاطری که این مناظره و مشاجره و منازعه 1400 ساله که ادامه داره. ما بخوایم در این یک مشاجره